البته یه تغییرات روش انجام شده. Hello to all my dear followers. We have arrived at the land I told you about. اینجا دقیقا همون جاییه که آب رو ما از قنات لوله کشی کردیم و از طریق این لوله میریزیم تو این تانکر 4000 لیترمون برای آبیاری. Exactly where we installed the pipe for the water from the aqueduct. And through this pipe we pour it into our 4,000 liter tanker for irrigation. این قسمت رو هم لوله گذاری کردم که بعدا خواستیم اینجا رو ماشین رو بکنیم، اینجا ورودی باغ هستش، جلوی مسیر آب گرفته نشه. اینجایی که مشاهده میکنید این دوتا ستون ها واسه درب گذاشتن. اینجا اون سکوییه که ما تقریبا نزدیک 20 متر مربع است که میخوایم بعدا اینجا یه خونه پیش ساخته بذاریم، این که بتونیم از این محیط استفاده کنیم. این چاله ها رو هم هفته پیش کندم. این 4 تا رو میخوام انگور بکارم، اون 3 تا رو میخوام درخت های دیگه بکارم که با این درخت همون هم ردیف باشن. ما اینجا هلوش 40 تا درخت کاشتیم و پایه هامون رو تقریبا هر 3 متر یکی گذاشتیم با یه فاصله پشت سر هم که بعدا بخوایم اینجا رو فنس بکشیم. اگه دقت کرده باشید کاملا پشت سر هم هستش و اینجا رو حصار کنیم و بتونیم تا درختامون و سیفیجاتی که میخوایم اینجا بکاریم از بین نره. این درخت گردو هستش، این دوتا درخت بادام هستش، اینم بادامه، این درخت آلبالوه، این یکی هم آلبالو و گیلاسن. این ردیف از درختامون، البته این خوش شده بود یکی دیگه به جاش کاشتم. این درختامون همه